اگر این رو خاموش نکنی، صورتی که تو میگیری و به دیگران روان میکنی. سلام دوستان، من به شما باز یک فونکسیون دیگر تلفن رو نشان میدم که باور دارم که به شما معقول میشود و به شما فایده آور است. برای را فهمیدن حتما در کانال подписаться کنید، ویدیو را ساختید کنید که گم نشود و تا آخر تماشا کنید. از داخل کامرای تلفن یک فونکسیون رو یافتم که اگر اینها را خاموش نکنید، وقتی که شما صورت میگیرید و به دیگران روان میکنید، او میتواند ببیند که تو صورت را در کجا، ساعت چند و کدام صحنه گرفته ای. حتی اگر مثال صورت را همین سال گرفته ای، 3 سال بعد اگر همین صورت را به یگون کس روان کنی، او دیده میتواند که تو صورت را کدام سال، ساعت چند، در کجا گرفتی. اگر عادی‌تر فهمیم، این یک مستاپلاژن کار میکند. با کامرای تلفن میدرایم. بعدن در 3 خطا که در بالا بوده میجقیم. در اینجا در نستروی که کامرا میدرایم. نگاه کنید، در یکمگیش میجقیم. خیلی در من نوشتگیه، در شما چیزی که هست همیدا میجقیم، میبینیم در داخلی چی است. در بالا همین اپکلوچی نوشتگی همیدا میجقیم. از من الکی خاموش کرده شده است. اگر همه گریان باشن شما میتوانید خاموش کنید. در حالت گریان بودن میتوانید این را خاموش کنید. وقتی خاموش کردیم، یک تا عقب میگردیم و کمی پایان میرویم، باز دیگرش را خاموش میکنیم. در این نشگه سخرند میشه سیامکا. اگر همه گریان باشن میتوانیم این را خاموش کنیم. از من الکی خاموش است. نگاه کنید، وقتی گریان است میتوانیم این را خاموش کنیم. گریان میکنیم و خاموش میکنیم. تمام همه قدر. ویدیو با شما معقول شد، در کانال подписаться کنید، لایک مانده، ویدیوهای دیگری ما را انتظار شوید. کسانی که سوال دارند میتوانند در کانال подписаться کرده به ما نویسند. کوشش میکنیم برای شما هر روز 1 یا 2 ویدیوی بهترین را مونیم که برای شما فایده آور باشد.